أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو مهر. من محمد حکیم مجری برنامه آیات مبین در خدمت شما هستم. به برنامه خودتان، برنامه آیات مبین، خوش آمدید. در این برنامه میشنوید از تفسیر قرآن کریم و میشنوید احادیث پیامبر اسلام را. کارشناس این برنامه جناب استاد محمد سعید هستند. با توجه به ماه مبارک رمضان از استاد عزیز خواهش کردیم تا کمی در مورد حکمت روزه در قرآن برای ما توضیح دهند. اگر مشتاق شنیدن سخنان با ارزش استاد هستید، با ما همراه باشید. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو مهر. امیدوار هستیم که در این ماه مبارک خداوند روزه و عبادات ما و شما را مورد قبول و پسند خودش قرار دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض گردانیده شد همچنانی که بر امتهای پیش از شما فرض گردانیده شد، شاید که با تقوا گردید. در این آیه خداوند اساسی ترین هدف و اصلی ترین مقصد از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را تقوا و خودنگهداری بیان کرده است. یعنی انسان در اثر روزه گرفتن به مقام رفیع تقوا و خودنگهداری نائل می‌گردد. وقتی انسان مؤمن روزه می‌گیرد، خودش را به مدت 1 ماه از لذت‌های مادی و خاطر رضایت خداوند و اطاعت از دستور او محروم می‌کند. در طول روز از داخل شدن صبح صادق تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و همبستری با همسر خودنگهداری می‌کند و به این وسیله روح خودش را قدرت و نیرو می‌بخشد. البته روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن و همبستری نکردن نیست، بلکه روزه واقعی این است که شخص روزه‌دار باید از گناهان خودش را حفظ کند، یعنی گوش، چشم، زبان و سایر اعضا و جوارحش روزه گرفته باشند. چنانکه پیغمبر اکرم در یک حدیث می‌فرمایند: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. چه بسیار روزه‌داران هستند که بهره آنها از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است. این حدیث مبارک اشاره دارد به روزگارانی که
از غذاها و خوراکی‌های پاک و حلال خداوند خودشان را محروم کردند، ولی در این ماه مبارک به گناه کردن مشغول هستند. درست است که اینها بظاهر روزه دارند، ولی در حقیقت اینها تهمتکار هستند، غیبت میکنند و حق مردم را پایمال میکنند و اینها بجز گرسنگی و تشنگی چیزی به دست نمی آورند و از پاداش بزرگ این ماه خودشان را محروم کرده اند. پیغمبر اکرم در حدیث دیگر فرمودند: الصیام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقول اینی صائم اینی صائم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث فرمودند که روزه سپر است. پس هرگاه یکی از شما روزه گرفت سخن زشت نگوید و جنگ و جدال ننماید. و اگر کسی او را دشنام داد و یا با او دعوا کرد بگوید من روزه دارم، من روزه دارم. یعنی پیغمبر روزه را در این حدیث به عنوان سپر بیان کردند که به وسیله آن انسان از گناه حفظ می شود و این همان است که در آیه ذکر شده است. یعنی انسان به وسیله روزه در این ماه مبارک به مقام تقوا و خودنگهداری می رسد. تقوا به معنای خودنگهداری و خویشتنداری است. یعنی هر چیزی که به ضرر و زیان سعادت انسان است، اگر انسان از آن خودش را نگه دارد و حفظ کند به آن تقوا میگویند. برای روشن شدن این معنای تقوا و خودنگهداری، دانشمندان تقوا را به حالت کسی تشبیه کرده اند که از یک سرزمین پر از خار می‌گذرد و تلاش می‌کند به بدن و پاهایش هیچ خار فرو نرود. به این حالت تقوا می‌گویند. در حقیقت هر گناهی که برای انسان ایجاد می‌شود مثل خار است و باید انسان خودش را از خارهای گناه حفظ کند تا از زیان آن در امان بماند. بنابراین بزرگترین و اصلی ترین حکمت روزه در این ماه مبارک نیرومند شدن و قدرتمند شدن انسان و رسیدن به ملکه تقوا و پرهیزکاری است. از خداوند می‌خواهیم که ما را در این ماه مبارک توفیق دهد که به این آرزویی که این آیه برای بندگان و برای مؤمنان بیان کرده است برسند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس فراوان از استاد عزیز و همچنین از شما شنوندگان رادیو مهر. امیدوارم از برنامه آیات مبین خوشتان آمده باشد. اگر سوال یا نکته ای دارید برای ما ارسال کنید. امیدوارم نماز و روزه‌تان قبول درگاه حق باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org